خر و شتر. بود نبود کاروانی بود. دشت و صحرا و کوه و بیابان رو طی کرده میرفت و میرفت. معلوم نبود که کی به جای میرسد و کی میستد. در این سفر یک شتر و یک خر خیلی مونده شدند و تدبیر جسته عقب ماندند. بعد جانمون خلاص شد گفته راه گریز را پیش گرفتند. رفتند به مرغزار رسیدند. بوی علفی تر و تازه و گلهای خوشرنگ به مشامشان رسید. شاد شدند و شکمسری علف خوردند و در سایه یک درخت عظیم یازیده دم گرفتند. به روز نیک رسیدیم گفت شتر. گپت راست گفت خر. لیکن خوری و راحت کنی و فربه شوی و از کیف سرودخوانی محروم باشی، این هم عذاب بوده است. شتر این گپ را شنیده خواطر شد و به خر گوشرس کرده گفت جوره جان، این فکر را از سرت دور کن. گپت درست، برای همین جا میتوانم زور زده خودم را از سراییدن نگاه میدارم. گپت درست، برای همین تا میتوانم زور زده خودم را از سراییدن نگاه میدارم. اما به خیالم یگون روز طاق می شود و خودم را داشته نمیتوانم. خودت فکر کن جوره جان. خر چی خر است اگر هنگاس نزند؟ هنگاس برای خر اظهار عشق، مدعای دل و سرودی با تنتنه است که لذت زندگی را افاده می کند. شتر زاری کرده گفت حق به جانب تو جوره جان، لیکن عقلت را کار فرما. ما اینجا آرامیم برای آنکه کسی از ما خبر ندارد. طاقت بکن و فراموش نکن که بی‌طاقتی میتواند به سر ما بلا بیارد. خر قبول کرد. چند روز آرام گذشت، ولی یک روز بیدار شد و در کجا بودنش را فراموش کرد. از بس که خیلی وقت هنگاس نزده بود خود را نگاه داشته نتوانست و هنگاس زد. هنگاس خر با گرد و اطراف تنین انداخت. کوهها عکس صدا دادند و به گوش کاروانی رسید که از همان نزدیکی ها میگذشت. در این جایهای بیکس کوه خر از کجا پیدا شده باشد گفته ساربان 2 نفر را به جستجوی خر فرستاد. آنها آمده خر و شتر را یافته گرفتند و به کاروان همراه کردند. این جانورهای فربه و تازه نزدیک استراحت کرده پرقوت شدند گفته به شتر چیز چاره زیاد بار کردند و 2 کس به خر سوار شده به راه برآمدند. کاروان میرفت و میرفت. شتر و خر زیر باری گران خسته و بیمدار قدم میزدند. از برف گریخته به باران دچار شدیم گفت خر. شتر که از خر سخت رنجیده بود چیزی نگفت. خر ناگهان گویا بیمار شده باشد به زمین افتاد. کاروانیان هرچند کوشش کردند آن را خیزاندن نتوانستند. خیزانند که پایش میلرزید و باز میافتاد. اول پرتافته رفتنی شدند، بعد گفتند که این خری خوب و زیباست، حیف است که اینجا ماند و نابود شود. با خود برند، شاید بعد 2-3 روز صحت شود. همین خیلی مصلحت کردند و بار را از بالای شتر گرفته خر را به آن بار کردند. باری شتر 2 برابر افزود، با عذاب راه می رفت. قصد کردگی بر این کاروان به پیراهای کوهی برآمد. یک طرف کوهی بلند، یک طرف نشیبی بالای جر. خر ای خر گفت شتر، همون روز عجب سرود خوانده بودی. اکنون رقصیدنی بودم که کاروانیان آمدند و من و تو رو داشته گرفتند. حالا همون سرود دلنوازت در گوشم صدا می دهد. دل می خواهد برقصم و شادی بکنم. خر به واهمه افتاده گفت جوره جان، خود رو نگه دار که اگر برقصی من از بالایت افتیده جانم می براید. شتر خود را سبک جنبانده گفت تو چه خیل به من جوره که با گناه تو به دست کاروانیان افتادم، آزاد بودم اسیر شدم. تو چه خیل به من دوست که خود را به بیماری زدی و به من سوار شده یک عذابم را 100 عذاب کردی. مرا دیگر طاقت تو را برداشته بردن نمانده است. گفته شتر به آهنگ رقص پشتش را به حرکت آورد. خر از بالای شتر پریده به قعر جری افتاد. آب تیز دریای کوهی جسد او را از سنگ به سنگ زده گرفته برد. اکنون برای مستحکمی افسانه های خوانده تان چند سوال. سوال یکم، خر و شتر به کجا می رفتند؟ سوال دوم، هر دویشان چی حالی داشتند و چی تدبیر جستند؟ سوال سوم،
онҳо ба куҷо расиданд ва чӣ гуна истироҳат карданд? саволи чорум, хар барои чӣ сурудан мехост? саволи панҷум, шутур чаро харро аз ҳанг задан манъ мекард? саволи шашум, хар чӣ ҳила кард? саволи ҳафтум, шутур аз хар чӣ гуна халос шуд? саволи ҳафтум, хулосаи афсона чист? хонандагони азиз, афсона як жанри аҷиби адабист, ки зеҳну андешаро инкишоф медиҳад, хаёлоти инсонро рангин мекунад, забони модарӣ меомӯзад, донишу биниши одамро ривоҷ медиҳад, дар ниҳоди шумо беҳтарин хислатҳои инсониро мепарварад. шояд шумо ин афсонаҳоро пештар шунидаед, аммо шунидан кай бувад монанди хондан. шумо китоби афсонаҳоро дарёфт намуда хонед. афсона бо як бору ду бору се бор гуфтану шунидану хондан ба охир намерасад. афсонаи хуб мисли шери нағз такрор ба такрор хондаву гуфтаву шунида мешавад. ҳар бор ба кас лаззату ҳаловати дигар мебахшад. агар китоби афсонаҳо дошта бошед, ин хуб аст. китобро варақ гардонида расмҳояшро тамошо кунед. расмҳоро шарҳу изоҳ бидиҳед. маънии калимаҳои бароятон навро аз падару модар ва бародар ё хоҳаратон пурсед. орзуманди муваффақияти шумоем.